شام 12 مای سال 2024 بر اثر برخورد سربسر دو ماشین تویوتا و لکسوس در راه خوجند کن بودام در شمال تاجیکستان 3 نفر جان دادند. مرکز مطبوعات کمیته علوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در رفع عاقبت‌های این صدمه پرقربانی نجات بخشان این نهاد اشتراک داشتند. بنا به اطلاع رسمی شام 12 مای سال 2024 ساعت 20:40 دقیقه به وقت محلی به قسم نوبتداری کمیته زنگ زده خبر دادند که در راه خوجند کن بودام در حدود جماعت لاهوتی در کنار شهر کن بودام صدمه سخت شده است. نجات بخشان از ریاست ولایت فوق‌العاده ولایت سوخت به جای حادثه آمده معاین کردند که راننده ماشین تمغه تویوتا ساکن 40 ساله شهر اسفرای ولایت سوخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین تمغه لکسوس سر به سر برخورده است. در نتیجه راننده و دو مسافرش در جای حادثه به هلاکت رسیدند. نجات بخشان با استفاده از وسایل مخصوص جسدهای قربانیان این صدمه پرقربانی را از داخل ماشین پچق شده بیرون آورده به دست مقامات حفظ حقوق سپاریدند. کمیته علوی فوق‌العاده در پی این صدمه پرقربانی بار دیگر به رانندگان یادآور شده است که هنگام حرکت در راه‌ها از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و تمام قاعده‌های حرکت همچنین صورت را قطعاً رعایت کنند. ماه مای سال جاری با سیل و بارشاتش برای تاجیکستان در عموم ماه وزنین و پرآفت آمد. از اول ماه مای در این کشور بیش از 30 نفر الکی قربان حادثه‌های ناخوش شدند. تقریباً 20 نفر آنها بر اثر صدمه‌های نقلیاتی و 10 نفر دیگر بر اثر آفت‌های طبیعی چون سیل و آبخیزی جان دادند و یا در آب غرق شدند. همچنین دست کم 2 نفر هنگام چوکرچینی از کوه افتاده به هلاکت رسیدند.